سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یاد ایام قدیم بخیر. من الهام هستم از کانال الی آرت. بچه این کاری که دارید میبینید مال سال 84. اولین کاری که من انجام دادم، اولین تابلویی که من کشیدم این تابلو بود. یه برنامه‌ای بود به خانه برمیگردیم نشون میداد و اونجا با خمیر آرد سفید و چسب چوب و یه مقدار آب یه خانمی توی اون برنامه یه تابلو نشون داد. بعد من این تابلو رو کشیدم. حالا اگر از نزدیک دقیق نگاه کنید میبینین که چقدر این کار بعد از 20 سال، البته این تو قاب بوده، رو شیشه بوده، الان من از قاب درش آوردم که نمایش داشته باشه، هنوز خوشگلی خودش رو داره. روی تخته اصطلاح هم زده شده و حالا بعد از این همه سال فکر کردم که شاید بهتر باشه که این رو من یه تغییراتی توش بدم. شاید رنگ زمینه رو عوض کنم، روشن‌ترش کنم. این بچه‌ها شاپونه. من یه دست این خمیر گذاری که کردم، بعد یه دست کامل شاپون روش زدم و شاپون ها رو با تینر کم رنگ کردم. یه مقداری رنگ آکریلیک، پودر آکریلیک من روی این به کار بردم و اسپری براق کننده. ولی الان نمیدونم، شاید بخوام که کامل رنگ بعد از 20 سال دقیقا زمینه رو کامل عوض کنم، یا یه دستی علاوه رنگ، نه از متریالش، روی سر و شکل گل ها و برگ ها بکشم، یه ذره جوندارترش کنم. نمیدونم، یه همچین چیزی به ذهنم رسیده. احتمالش هست که همچین کاری رو بکنم. شما نظرتون رو بگین. اگه به نظرتون همین خیلی خوبه که بمونه، اگه نه که ما یه تغییراتی توش بدیم. خوشحال میشم که نظراتتون رو برای من کامنت کنید. حالا هم توی یوتیوب هم توی اینستاگرام من تو هر دوتاش ویدیو رو میذارم. و اینکه سابسکرایب کنید لطفاً، لایک کنید و من رو به دوستاتون معرفی کنید. خوشحال میشم. انرژی دیگه، رد و بدل کردن انرژیه. و بگید ببینم این همینجوری بمونه یا ما اینکه یه دستی به سر روش بکشیم ببینیم که حالا احوالش چگونه میشه. مرسی از همراهیتون.